نامه به کولاسیان باب 1. سلام به خلق خدا و برادران و خواهران وفادار در مسیح که در شهر کولاسا هستید. من پاولوس که با خواست خدا فرستاده عیسی مسیح انتخاب شدم و برادر ما تیماتیوس به شما فیض و مهربانی و صلح و آسایشتگی پدر ما خدا را خواهانیم. ما خبردار شدیم که به خاطر امیدواریتان شما عیسی مسیح را تکیهگاه خود کرده اید و به تمام خلق خدا محبت دارید. بنابراین برای شما دعا کرده خدا و پدر خداوندمان عیسی مسیح را همیشه شکر میگوییم. امیدواری شما به آن چیزهایی است که در درگاه خدا شما را انتظار است و شما درباره‌اش با شنیدن پیغام راستی فهمیده اید که با خوشخبر به شما رسیده است. این خوشخبر در سراسر دنیا پهن شده ثمره می دهد و در بین شما نیز از روزی که آن را شنیده اید و فیض و مهربانی خدا را به راستی فهمیده اید پهن شده ثمره داده ایستاده است. همه این را شما از همکاری عزیزمان اپافراس که به خاطر شما وفادارانه به مسیح خدمت میکند تعلیم گرفته اید. او به ما نیز درباره محبت شما که روح القدس یعنی روح خدا بخشیده است خبر داده است. بنابراین از روزی که درباره شما شنیدیم دائما برایتان دعا کرده از خدا می طلبیم که به شما با روحش تمام خرد و دانش بخشیده به همین واسطه خواستش را برایتان پره معلوم گرداند. آنگاه طرز زندگانی شما لایق خداوند شده می تواند و شما در هر کاری نیک ثمره داده و هرچی بیشتر خدا را شناخته از هر جهت او را خرسند می گردانید. بگذار خدا از قدرت بزرگش شما را آنقدر قوت بخشد که با صبر و طاقت به همه چیز تاب آورید و خرسندی را از دست ندهید. همچنان خدا پدر را شکرگزاری کنید که شما را مناسب به همان میراث گردانده است که در پادشاهی نور برای خلق خود دارد. زیرا او ما را از قوه‌های تاریکی خلاص کرده به پادشاهی پسر عزیزش گذرانیده است و به واسطه پسرش ما به آزادی خریده شده ایم و گناههایمان بخشیده شده اند. پسر سیمای خدای نانمایان است و پیش از آفریده شدن همه چیز وجود دارد و بالاتر از تمام آفرینش است. زیرا به واسطه او همه چیزی در زمین و آسمان بوده، عالم نمایان و نانمایان با صاحبان تخت و تاج، راهبران و حاکمان و صاحب قدرتانش همه به واسطه پسر و برای او آفریده شدند. او پیش از پیدایش همه چیز الکی هست و با واسطه‌اش تمام آفرینش با هم پیوست نگاه داشته می شود. او سر جماعت ایمانداران است و این جماعت بدن اوست. پسر ابتدا است و اولین شده از مرگ زنده گشته است تا که در همه چیز اول باشد. زیرا خدا خواسته بود که حضورش پره در پسر ساکن باشد و به واسطه او همه چیز را به خود برگرداند. او به خاطر خون پسرش که در صلیب ریخته شد به همه کس چی در زمین و چی در آسمان صلح بست. شما نیز یک وقت برای خدا بیگانه بودید و با فکر و کردار بدتان به خدا ضد می برآمدید. اما با واسطه آنکه مسیح انسان شده جان سپارید حالا خدا شما را با خود آشتی کنند
تا که در حضورش همچون خلقی کاملا بی عیب و نقصان خود گذارد. اما این با شرط است که در ایمانتان پایدار و مستحکم ایستید و امید خود را که با شنیدن خوشخبر پیدا کرده اید از دست ندهید. این خوشخبر در سراسر جهان به همه اعلان شده است و من پاولوس نیز برای پهن کردن آن وظیفه‌دار گشته‌ام. حالا خرسندم که جسماً به خاطر شما رنج و عذاب میکشم و برای به آخر رساندن عذاب‌هایی که مسیح بهر بدنش یعنی جماعت ایمانداران هنوز دارد سهم میگذارم. خدا مرا برای جماعت ایمانداران همچون خدمتگزار عهده‌دار کرده است که پیغام او را به شما پره معلوم گردانم. این پیغام خدا همان سر است که او از عصرهای پیش از همه آدمان پنهان نگاه داشته اکنون به خلقش آشکار کرده است. او نشان دادن خواست که این سر برای شما غیر یهودیان بایگری تا چه اندازه با حشمت دارد، چون که سر همین است که مسیح در شماست. بنابراین شما با دل پر به دیدن شکوه و جلال خدا امیدوار شده می توانید. اینک ما با تمام حکمتمان هر شخص را نصیحت کرده و تعلیم داده درباره مسیح اعلان میکنیم تا هر کسی را که با مسیح یک است پیش خدا همچون ایمانداری بر کمال پیشکش نماییم. با همین مقصد من آستینم را برزده با تمام قوت خدا که در من عمل میکند زحمت میکشم. باب 2. کاش می دانستید که من برای شما و آنهایی که در شهر لاودیکیا هستند اینچنین برای همه ایمانداران دیگری که مرا شخصا ندیدند چه زحمت زیاده می کشم. من می خواهم که همه شما روح بلند و با رشته محبت با یکدیگر پیوست باشید تا از دانش و فهمش چقوری که درباره سر خدا یعنی پیغام درباره مسیح دارید کاملا دلپور گردید. در مسیح تمام گنجینه های حکمت و دانش نهان شدند. من این سخنان را برای آن می گویم که هیچ کسی شما را با دروغ‌های باوری بخش از راه نزند، زیرا جسماً از شما دور باشم هم دلم با شماست. من از دیدن ترتیب و انتظامی که در بین شما هست و ایمان مستحکمی که به مسیح دارید خرسند می شوم. اینک شما که عیسی مسیح را همچون خداوند قبول کرده اید زندگیتان را یک جای با او دوام دهید، یعنی در مسیح ریشه دوانید و او را ته کرسی زندگیتان کنید. چنان که تعلیم گرفته اید با دلهای پر از شکرگزاری ایمانتان را به مسیح استوار کردن گیرید. نگذارید که کسی شما را به دام فلسفه های پوچ و خالی و گمراه کننده گرفتار کند، چون که این فلسفه نه از طرف مسیح است بلکه از رسم و رسوم آدمی زاد و از قوه های بد نانمایان در این جهان برمی آید. زیرا در مسیح تمام هستی خدا به شکل جسمی پره ساکن می باشد. اینک شما نیز به واسطه یک شدن با مسیح که او بالاتر از هر حاکم و هر صاحب قدرت است از او پر شده اید. اینچنین شما با مسیح یک شده در باطن ختنه شده اید،
یعنی آدمی زاد جسمتان را ختنه نکرده است، بلکه مسیح طبیعت گناهگارتان را بریده پرتافته شما را ختنه کرده است. زیرا هنگامی که شما از مراسم تعمید می گذشتید، با آب در آمده گفتن ممکن که یک جای با مسیح دفن شدید و با او زنده گشتید، چون که با قدرت خدا که مسیح را از مرگ زنده کرده است باوری داشتید. اینک شما را که از سبب گناههایتان و بریده نشدن طبیعت گناهکارتان مرده حسابیده می شدید، خدا با مسیح زنده کرد. آخر او همه گناههای ما را بخشیده است و روی خط گناههایمان را که شریعت بر ضد ما همچون قرض دعوا می کرد خط زده و به صلیب میخکوب کرده نابود ساخته است. خدا به واسطه قربانی مسیح در صلیب بر حاکمان و صاحب قدرتان شیطانی غالب برآمده آنها را بیراق کرده شرمنده دنیا ساخت. پس نگذارید که شما را برای خوردن و نوشیدن یا برای جشن نگرفتن عید مذهبی، ماه نو یا رعایت نکردن روز شنبه عیبدار کنند. همه این قانون و قاعده ها فقط سایه چیزهای آینده هستند، اما اصل همه چیز خودی مسیح است. پس نگذارید که کسی شما را با پرهیزکاری و پرستش فرشته ها هوسمند گردانده از مکافات خدا محروم سازد. چون این آدمان به ما سر و اسرار نهان عیان شده است گفته خود را کلان می گیرند و از روی فکرانی گناه آلوده شان به یگان اساس می بالند و پیوند را از مسیح که سری بدن است بریدند، حال آنکه او تمام بدن را با واسطه رگ و پی یک جای پیوست نگاه می دارد و آن موافق خواست خدا انکشاف می یابد. اگر شما یک جای با مسیح مرده از تأثیر قوه های بد نانمایان در این جهان آزاد شده باشید، پس چرا باز به مانند آدمان این جهان زندگی کرده به قانون و قاعده های نگیر، نخور و دست نرسان اطاعت میکنید؟ همه این قاعده ها تنها فرمان و تعلیمات آدمی زاد درباره چیزهایی هستند که بعد از استعمال از بین می روند. این قاعده هایی که به دینداری مخصوص، پرهیزگاری و تنبیه دادن بدن وادار می سازند، روی یکی قاعده های خردمندانه می نمایند، اما در اصل برای داشتن نفس از هوس های گناهگار یاری نمی دهند. باب 3. اکنون که خدا شما را همراه مسیح زنده کرد به همان چیزهای دلبندید که در آسمان است، آن جایی که مسیح از دست راست خدا نشسته است. هوشتان را نه با چیزهای زمینی بلکه با چیزهای آسمانی بند کنید، چون که شما برای این دنیا مرده حساب شده اید و حیاتتان با مسیح در حضور خدا پنهان شده است. وقت مسیح که حیات شماست به همه عیان می گردد، آنگاه شما نیز همراه مسیح در شکوه و جلالش عیان می شوید. از این رو هر گونه خواهش زمینی خود را نابود سازید، یعنی گناه های جنسی، بیشرمی و بی‌حیایی، هوس های بد و چشم گرسنگی را که این بود پرستی است از خود دور کنید. همه این باعث غضب خدا می شود که بر سر شخصان سرکش می آید. شما نیز یک وقت در بین آنها زندگی کرده چنین رفتار می کردید، اما اکنون شما باید از هر قهر و غضب و بدی دست کشیده زبانتان را از دشنام و حقارت پاک سازید.
این چنین به یک دیگر دروغ نگویید. آخر شما که طبیعتاً گناهگار بودید، این طبیعت کهنه خود را با عملهای گناه‌آلودش مثل لباس کشیده اید و طبیعت نو را در بر کرده اید. این طبیعت نوی شما به سیمای آفرنده اش برقرار شدن می گیرد تا که شما حقیقتاً خدا را شناسید. پس در این زندگی نو دیگر اهمیت ندارد که کی یهودی و کی غیر یهودی، کی ختنه شده و کی ختنه نشده، کی از خلق پروری و کی از سکایی، کی غلام و کی آزاد است. بلکه مسیح بیشتر از همه چیز و همه کس اهمیت دارد. بنابراین شما که خلق پاک و انتخاب شده و دوست داشته خدا هستید، رحم و شفقت، مهربانی، خاکساری و نرمدلی و صبر و طاقت را در بر کرده با صبر یکدیگر را برداشت کنید. اگر کسی از شما نسبت دیگر شکایت داشته باشد، یکدیگر را بخشید. چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز دیگران را بخشید. از همه مهمش یکدیگر را دوست دارید، چون که محبت همه را کاملا متحد نگاه می دارد. شما دعوت شده اید که همچون یک بدن مسیح با یک دیگر صلح داشته باشید. پس بگذار همین صلح و آسایش مسیح در دل شما حکمرانی نماید و شما شکرگزار باشید. اجازه دهید که سخنان مسیح حیات شما را پره فرا گیرد. با عقل و خرد عالی یکدیگر را نصیحت کنید و تعلیم دهید. با دلهای منتدار به خدا سرودهای زبور، حمد و ثنا و ترانه‌های پرستش خوانید. در هر سخن و رفتار همچون پیروان خداوند عیسی عمل کنید و با واسطه عیسی به پدرمان خدا شکرگزاری نمایید. زنان همان طوری که به پیروان خداوند مناسب است و شوهران خود اطاعت کنید. مردها زنان خود را دوست دارید و با آنها سختگیری نکنید. بچه ها همه وقت پدر و مادر خود را گوش کنید که چنین رفتار پسندیده خداوند است. پدران فرزندان خود را بیهوده سرزنش نکنید که باز دل شکسته نشوند. غلامان به خوجینان خود همه طرف اطاعت کنید، اما نه همچون خوشامدگوی که در پیش صاحبش نقص کار کرده در نبودن او با دل ناخواهم کار میکند، بلکه همچون ترسگاران خداوند صمیمانه اطاعت نمایید. هر کار را که از دل و جان گویا نه به انسان بلکه به خداوند باشد اجرا نمایید. فراموش نکنید که خدمت شما به خداوند مسیح است. بنابراین او به شما نصیب نیک را همچون مکافات می دهد. شخص نابکار باشد جزای رفتار بدش را می گیرد، چون که خداوند به همه آدمان به یک چشم نگاه می کند. باب 4. خوجینان، شما نیز با غلامان خود ناحق و بی انصافانه رفتار نکنید، چون می دانید که شما هم در آسمان خوجین دارید. اینک دعاخوانی را هرگز بس نکنید و همیشه عقل و هوشتان را جمع نموده و با شکرگزاری دعا کنید. در حق ما نیز از آن جمله دعا کنید. بگذار خدا برای ما راه گشاید تا پیغام او را درباره سر مسیح که من به خاطر آن در زندان هستم اعلان نماییم و دعا کنید که موافق وظیفه‌ام این سر را گشاد و روشن فهمانده توانم. هر فرصت را
غنیمت دانید و با آنهایی که به خداوند عیسی ایمان ندارند عاقلانه رفتار نمایید. هنگام صحبت با آنها همیشه با مهر و شفقت و عقل و ذکاوت سخن رانید که به هر کس چی جواب دادن را دانید. از حال و احوالم به شما تیخیکوس برادری عزیز و خدمتگاری با وفا که همراه من به خداوند خدمت می کند خبر می دهد. من با همین مقصد وی را پیش شما فرستادم که از حالت ما خبر داده شما را خاطر جمع سازد. همراهش آنیسیموس را می فرستم که او نیز برادری عزیز و با وفاست و آدم خودی شما می باشد. آنها شما را از تمامی کار و بار اینجا خبردار می کنند. اریسترخوس که با من زندانی است و مرقس عمک بچه برنبا به شما سلام می رسانند. شما درباره مرقس دستور گرفته بودید که اگر به نزدتان بیاید نغز پیشواز گیرید. یوشع نیز که او را باز یوستوس می نامند به شما سلام می رساند. از بین همکارانم فقط همین نفران از جمله یهودیان هستند که برای پادشاهی خدا خدمت می کنند و برایم راحت جان شدند. باز اپافراس که وی نیز خدمتگار عیسی مسیح و آدم خودی شما است و شما سلام می رساند. او دائما به خاطر شما در دعا زحمت می کشد که استوار باشید، یعنی در ایمان به کمال رسید و انیق دانید که خواست پره خدا چیست. من شاهد هستم که او بهر شما و ایمانداران شهرهای لاودیکیه و هیراپولیس رنج و مشقت زیاد می کشد. دختر عزیزمان لوقا و این چنین دیماس نیز به شما سلام می گویند. به ایمانداران لاودیکیه و به جماعت ایماندارانی که در خانه نیمفاس جمع می شوند این چنین به خود نیمفاس سلام ما را رسانید. بعد از آن که این نامه را در بین خود خوانده می برایید آن را به جماعت ایمانداران لاودیکیه نیز فرستید که آنها هم خوانده برایند. شما در نوبت خود نامه را که به لاودیکیه نوشته شده است خوانده برایید. به ارخیپوس رسانید که وظیفه خداوند به عهده‌اش گذاشته را حتما اجرا کند. از حسن ختم می بینید که این سلام را خودی من پاولوس می نویسم. در زندان بودن مرا فراموش نکنید. بگذار فیض و مهربانی خداوند با شما باشد.